دوست عزیز برف زیاده، جارم کس جارو نکده به خدا. به نظرم که تا خانه برسون دیگه خود تر شدم. دوست عزیز امشب که تیر شد ما خانه کاکای بودم دیگه، هیچ باورم نمیشه که قدر برف دیگه. و اون خاطر جمع بودم، ولی یالی که سینم خیلی برف زیاده دیگه. تا خانه بسیار را زیاده. دوست عزیز بخی زلکت به خدا. یک کمک رو جارو ده باش که تا کجای تقریبا جارا دیگه نصفک دم، ولی جای گرویش منده دیگه به خدا. زول فکر نکنم راه جارو باشد. برف زیاده دوست عزیز، ممکنه یک ذره بارم درم به خدا بخی زلکت. اما که میگره نوام امروز بازم ابریه و ممکنه که بازم بارش باید دیگه. گفتنم نه که خیلی زلشتم دیگه. دوست عزیز کسایی که آورده رو بلد باشه ای خانی حاجی بستان است دیگه. اینی هم خانی جلیله. یک دنه مرغایی رو این سخت کده. نگفتنم نه دوست عزیز که پایار امسال نو چور کدی پای برقه که هنوزم سیم رو سخت نکدی در چی آنو پایایی که اینه. او خانت احسانه. دیگه هم خانی آقای صالحی. دوستای عزیز امود که میگرنین برف زیاده به خدا دیگه. امروز از طرف از مو کس نمده به خاطر که برفباری بود دیگه. رام کس بنده دیگه. برف زیاده به خدا دیگه، داخل کلوش راحت مره. دوستای عزیز یعنی اینجا یک جای نسبتا خلوت‌تره که کس نیست دیگه. ما هم اینجا دم خراس کدم دیگه. ریزه جای رو جورتم که می دم خراس کنم دیگه. مود که میگرنین از این ولبم هیچ موتور نرفته دیگه. راه کامل پشت از برفه یه زلکت به خدا دیگه. ما هم دم خراس کنم. اینی هم راستی میدان از میه که خب والی استفاده نمیشه از چی دیگه. ما هم یک دم خراس کنم باز ادامه مسیر بریم که هنوز زیاد مانده به خدا. راه از ما بسیار دوره.
دوستای عزیز بسیار به سختی تا اینجا اومدم به خدا. دیگه راه چی نیست، چی که پای من بچه معلوم میشه نمیشه دیگه. کامل برفه، راه اصلا کسی نمده که باز کنه دیگه. اینی رای پیاده روی از خانه آتیزیا کاکای مزیا همده که اونو خانه شسته و اونو تا اینجا جاروک ده که امی شاید رای سرک باز بوده باشد که یه همه نمود که منگرنی نه کپل دیشم دقیق نشان بدیم. این تا اینجا جاروک ده و از اول بانه دیگه باز همود که منگرنین کامل برف، هیچ موتور هم نمده دیگه. خانه از ما بسیار دور از آقل دیگه، کسی نمده از دور دیگه. مجبور ما هم از قد برف رو تو برم تا خانه را. اینی هم خانه آتی زامین است از قادی دیگه. اینی هم آقیل از موی، اینی آقیله. اینی هم پایه که نو جور کردیم و خانه از ما بسیار از آقیل دوره. دوستای عزیز بسیار زلشتم دیگه، نزدیک خانه رستیم. اینی کسته مسیر خانه از مویه و این طرف هم مسیر یک ماش شمدم. راه بسیار خراب بود، بسیار برف بود، زیله کده این رقایم رام کشید به خدا دیگه. دوستای عزیز با ما باشین، بریم که بینگنیم جکی چی اکسل معلومه داره. جکی نگفتنم نکسگ از مایه، بریم سعی کنیم که ما رو منیخشه یا نه. اگر شناخت خو قچه و غوغا نه، اگر نشناخت خو 100% قچه نه دیگه. با ما باشین بریم که سعی کنیم چی رقم میشه. اینی هم از خانی از ما. دوستای عزیز این رسیدیم، باش که جکی ده کجایه. آقا جکی